شمار کمانداران ایرانی به مراتب از رقیب بیشتر بود و این باعث شد تا بابلیان تلفات شدیدی دیده و نظم خود را از دست بدهند. همزمان با درگیری میان کمانداران، سواران ایرانی با شتاب به سوی سواران بابلی تاختند. پیکار سهمگینی میان سواران دو سو در گرفت. حال که سواران بابلی سرگرم سواران پارسی شده بودند، کوروش به عرابه های داستان خود فرمان یورش داد. عرابه ها از دو سو به قلب سپاه بابل کوفتند و بسیاری را به هلاکت رساندند. عبور عرابه ها از میان صفوف پیاده نظام بابلی نظم ایشان را به شدت برهم زد. در این هنگام بود که پارسیان کمانهای خود را کنار گذاشته و نیزه به دست به سوی بابلیان تاختند. با گذشت هر لحظه بابلیان در وضعیت بدتری قرار می گرفتند. قلب سپاه ایشان از سه سو زیر فشار قرار گرفته بود و هر آن امکان تسلیم شدنشان وجود داشت.